در شهر خوجند مسابقه جمهوری آید به گشتین طرز آزاد و گشتین یونانی رومی برای دریافت جام مربیان شناخته، سابقه‌داران ورزش، استادان ورزش اتحاد شوروی، مربیان شایسته جمهوری تاجیکستان میرزا محی‌الدین قطب‌الدینوف و زاکر باهرزاده برگزار گردید. در مراسم گشاده‌شوی این چهاربینی ورزشی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و سابقه‌داران ورزش اشتراک و سخنرانی کرده از توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت رشد و عمومیت ورزش یادآور شدند. قید کرده شد که میرزا محی‌الدین قطب‌الدینوف و زاکر باهرزاده در طول فعالیت مهنتی خویش برای رشد و عمومیت ورزش در ولایت سوخت سهم ارزنده گذاشتند. این دو ورزشکار و مربی پرتجربه در برابر اشتراک در مسابقه‌های بانفوذ و نائل شدن به دستاوردهای ارزنده، اینچنین در وظیفه‌های گوناگون فعالیت برده ورزشکاران سرشماری با مهارت را تربیت نمودند که امروز دوام دهنده فعالیت آنها میباشند. و میرزا محی‌الدین قطب‌الدینوف و زاکر باهرزاده برای خدمت‌های ارزنده در ساحه ورزش تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت تقدیم کرده شدند. من زیاده 60 سال برای وطنم خدمت کردم. دو بار پرچم تاجیکستان پرافشان کردم در شهر بوداپشت، بلگراد، یوگسلاویا، ماجارستان. من خوشبخت‌ترین انسان خودم اسم میکنم که شاگردای من زیادی دارم در جمهوری، استادان اسپورت SSR، استادان چمپیون های آسیای میانه. امروز من میخواهم که جوانان بسیارتر مشغول شوند ورزش. با جوانان هم وقت ناترس جسور باشند برای وطنش خدمت میکند. در مسابقه جمهوری آید به گشتین طرز آزاد بیش از 350 نفر و در مسابقه جمهوری آید به گشتین یونانی رومی بیش از 200 نفر ورزشکاران از 11 تا 13 ساله از شهر دوشنبه، ولایت‌های سوخت و ختلان، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت مختار کوهستانی بدخشان اشتراک و مهارت سنجی کردند. من بسیار خرسندم که امروز دولت سابقه‌دار ورزش قدر میکند. 46 سال در ساحه ورزش کار بوده ایستادم. من در دوام 46 سال شاگردای بسیار تیار کردم. باز من میخواهم که همین جوانان نورسان کاری ما رو دوام دهند و ورزش پیش برند. مورد به ذکر است که گشتین طرز آزاد و گشتین یونانی رومی سال سال در برابر دیگر منطقه‌های کشور در ولایت سوخت نیز رشد و رواج یافته ایستاده است. با این نمودهای گشتین کودکان و نورسان شوق و هوس بی‌اندازه دارند. از روی این دو نمود ورزش منتظم در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت چهاربینی‌های ورزشی برگزار گردیده مربیان کودکان و نورسان و جوانان را به مسابقه‌های بین‌المللی و جهانی آماده می‌نمایند. مسابقه جمهوری آید به گشتین طرز آزاد و گشتین یونانی رومی در قصر ورزشی شهر خوجند در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته در هر دو نمود غالبان و جایزه‌داران معین و قدردانی کرده شدند.